سیدی غیبت کان نبت رقادی و ضیعت علی مثل ابر بهار اشک میریزه امام صادق، روز عیدم اشک میریزه، پس اگه ما شب عید اشک بریزیم ملامتمون نکنی. سیدی غیبت و گنفت و قادی و ضیعت علی مهادی و ابتزت منی راحت فؤادی. آقای من غیبت تو خواب رو بر حرام کرده. امام صادق قبل از تولد حضرت آقا جانم، سید من، سرور من، غیبت تو آرامش از من گرفته، خواب و آرامش و استراحتم و ضایع کرده، راحت قلبم و ازم گرفته. سیدی غیبتک وصلت مصابی به فجائع الابد. آقای من، سید من، سرور من، غیبت تو ناراحتی و مصیبت من رو ابدی کرده. دیگه من شادی ندارم، دیگه من راحتی ندارم، مگه تو ظهور کنی آقا. ابو راجح حمامی یه مرد شیعه مخلصی بود در حله. یکی از عاداتش این بود هر روز بلند بلند غاصبین حق امیر المؤمنین رو به اسم لعن میکرد. تو حله حاکمم مرجان نام بود، سنی، اونم سنی ناصبی متعصبی که مسندش رو یه جوری گذاشته بود که وقتی می نشست پشت به گنبد امیر المؤمنین علیه السلام باشه. اینقدر اناد. خبر دادم بهش تو چه جور سنی هستی؟ ابو راجح حمامی جلو مردم هر رو لعن میکنه به اونایی که تو امامشون میدونی، هیچ کارش هم نداری. گفت ابو راجح رو دستگیر کنید. گرفتن بیچاره ابو راجح رو گرفتن، زبانش رو سوراخ کردن، دماغش رو شکافتن، یه همچه ریسمانی تو دماغش انداختن، گره زدن، رو زمین کشون تو شهر هله او رو تابوندن. اینقدر لگد زدن به سر و صورت و بدنش، تمام استخونهای بدنش خون شد، یه دونه دندون تو دهنش نمون، فکش رو شکندن، سر تا پا غرقه به خون. دیگه داشت میمرد. شیعه ها اقواماش اومدن التماس کردن بابا داره میمیره، دیگه نزنیدش، ببریمش رو خونمون بمیره. قبول کرد. دشمنان امیر المؤمنین شاه
دوستان امیرالمؤمنین سرافکنده لششو برداشتن اووردن تو خونه انداختن توی اتاقی در و بستن بچه‌هاش که مردنشو نبینن فردا بیان ببرن دفنش کنن. طرفای اصل هوا تاریک شد و اینام از شدت گریه و خستگی خوابشون بود. فردا صبح اومدن لش او رو بردارن. مجلسی تو بهار میزه نگاه کنی قصه ابوراجه حمامی رو. وقتی در اتاقش رو باز کردن دیدن یه بوی عطری از تو اتاقش به مشام میرسه. وقتی نگاه کردن دیدن ابوراجه صحیح و سالم غرق نور رو سجاده نشسته داره تعقیب نماز صبحش رو میخونه. رفتن نگاه کردن دیدن محاسنش هم سالمه. اینقدر ریشاش کنده بودن، دندوناش سالمه، فکش سالمه، بدن صحیح و سالم، جوون شده، از دیروزش خوشگل‌تر شده، نورانی داره ذکر میگه. ابوراجه تویی؟ بله. ابوراجه چی شد تو که داشتی میبردی؟ خب شما که رفتی دیگه امیدم از همه جا قطع شد. خدا کنه امشب امید ما هم از همه جا قطع بشه. زبون که نداشتم حرف بزنم، چشم که نداشتم جایی رو ببینم، ولی دلم میتونه حرف بزنه. بی اختیار عشق بیاد با خون صورتم آغشته میشه و مخلوط. با زبون دلم شروع کردم با امام زبون حرف زدم. حالا حرفای او رو که به عربی گفته من به فارسی به شعر میگم. و همین جور که رو بستر افتاده بودم با بدن غرقه به خون. حواس با منه، همش فکر میکردم دیگه شیعا تو هله نمیتونن سر بلند کنن. سنیا اینقدر عزیز شدن همینو به امام زمان عرض کردم. یا صاحب الزمان من که نگفتم آدم خوبی بودم. یا صاحب الزمان من که نگفتم وظیفه با در مقابلتون انجام دادم. اما یا صاحب الزمان به جان خودت قدم اگه من بمیرم دیگه شیعیان شما توی شهر نمیتونن سر بلند کنن. آقا زبونم رو سوراخ کردن چون به دشمنان مادرت لعنت کردن. یا صاحب الزمان به خاطر بابات امیرالمؤمنین یه نگاه به من کن. یا صاحب الزمان به خاطر مادرت یه نگاه به من کن. ما که نداریم به غیر از تو گر، ما که نداریم به غیر از تو گر. ای شهر خوب همینجور که داشتم گریه میکردم یه وقتی دفتر اتاق باز شد و چه خوش باشد که من در انتظاری. نمیاد که آدم دلش مشغول بشه ولی مهدی رو زیارت کنه.
بگشا راهی که پایانش تو باشی. وقتی دفتر باز شد و خورشیدی وارد اتاق شد، عمو راجع چرا گریه میکنی؟ عمو راجع خیال میکنی ما نمیبینیم مصیبات شما رو. به شیخ مفیدم فرمود انا غیر غافلین. ای مدنی برد آمد کی نگاه قربون شکل و شمایلت بریم آقا. ای مدنی برد آمد کی نگاه سایه نشین چند با من آمدا تا دو زمان روی نهار کرده ایم خون به دل پیر و جوان. فرمود پاشو ابو راجع پاشو سالمی ابو راجع تو پا شدم دیدم میتونم حرکت کنم چشمام همه جا رو میبینه هرچی دویدم دارم بهش دیدم کسی نیست. بیاید امشب ما همونا رو بگیم که او گفت ولی به زبون قرآن یا من فقط یه کلمه میگم سه بار با هم دیگه بگیم اللهم عجل لولیک البرر اللهم عجل لولیک